سلام، حال شما خوبین آقای کبیر؟ سلام خانم بختیاری، خیلی خوش اومدین به گالری. خب کدوم ماشین رو پسند کردین؟ راستش من تو لیست ماشینام همین کامارو زرده رو کم دارم، خیلی عروسکه، حاضرم بالا قیمت بخرمش. این همه ماشین تو این نمایشگاه هست، بنز، بی ام و، پورش، هر ماشین دیگه بخواین در خدمتم. ولی خب این ماشین فروشی نیست. مگه میشه؟ هر چیزی یه رقمی داره، رقمشو بگو. راستش یه جورایی این ماشین خیلی واسه من عزیزه، کلی خاطره باش دارم. این ماشین رو بیخیال. بفرمایید، صفراشو خودت بنویس. بازم فروشنده نیستی؟ به قیافم میخوره لنگ پول باشم. بحث پول نیستا، من خیلی جا لنگ بودم، ولی خب هیچ وقت این ماشین رو نفروختم، چون به یکی قول دادم هیچ وقت نفروشمش. خود دانی من که خریدار بودم. عزیزم این ماشین رو واسه اولین سالگردمون گرفتم. دوستش داری؟ عزیزم خیلی خوشگله، فقط قول بده اگه یه روزم نبودم هیچ وقت نپوشیش. این چه حرفی میزنی آخه؟ الان 6 ماه که نیستی، من هنوز سر قولم هستم. کاش بود. ولی هنوزم سر حرفم هستم. عرض کردم که نه.